20 سوال از هر کدام از تیم ها پرسان خواهد شد و در برابر هر سوال 1000 جایزه دارن انشالله. سوال اول مربوط به تیم زکی. او کدام پیامبر است که الله متعال برش میگه که نعلین های از پای بیرون که تو در وادی مقدس تو هستی؟ 10 ثانیه. 5 ثانیه، 6 ثانیه، تمام. جواب موسی علیه السلام. فکر کنم که جواب صحیحشان صحیح است. بفرمایید. او کدام پیامبر بود که برای نخستین بار در نامه خود نوشته کرد که بسم الله الرحمن الرحیم؟ لاک کنم جوابتانه؟ 7 ثانیه. ماشاءالله 7 ثانیه جواب اشتباه داد. انه من سلیمان